Rahim Production. من در حق تو و چندین کسای دیگر بی‌عدالتی کردم، لیکن من جزایم رو از جانب خداوند الکی گرفتم. حجت به گریه کردن نیست. خداوند بخشندگان را دوست می‌دارد. و چه حالی زار ما ببین، این دل بیمار ما ببین، خزان شدم در غریبی. و چه چشمی چار ما ببین، و چه حالی زار ما ببین، این دل بیمار ما ببین، خزان شدم در غریبی. و چه چشمی چار ما ببین. Rahim Production تقدیم میکند. Понятно, понятно. Слышь. سلام درد کرد دخترم. گشنه نشتین یا گوشتم تیار کنم میخرین؟ نه جانی بچه، اشتها ندارم. کجاتون درد دارم؟ سرم درد میکنه. سعیده جان دخترم، تلفنت کجا شد؟ دواخانه. اما اکد رو زنگ زنیم، سلامتی هم خوب نیست، کمی سمروان کند. نه لچه جان هستی. این بچه جان دوگراف کم زنه از میبردارن. واه در خوکی پود ستا اوچا. الو لبه اوچا جون. سلام علیکم جانی اوچا. سلام اوچا جون. بر شما چه خیل بچه جان؟ نازید سوزید. رحمت اوچا جون، رحمت اوچا جون. خدا چه خیل؟ خدا را شکر. چه خیل خسته حال گم میزنی اوچا؟ کمتر نوتوبم بچم. روز چی شد اوچا؟ نعمت الله جان بچم، اگر امکانیت داشته باشی یک دو سمرایی کن. سلامتی هم خوب نیست، باز در خانه کمتر خوردنی ها هم کم شده است. حتما روی میکنم اوچا جون، حتما روی میکنم. با خوشبختانه روبر ما از تاجیکستانی خود ما هست، به نهایت انسانی خوب هست اوچا جون. باز نزدش در اومده حتما پول گرفته روی میکنم اوچا جون. رحمت جون در حق همه مسافر رو دعا کن. حتما بچه جان دعا میکنم در حق بچه های غریب. خدا همه وقت نگهبانتان باشد بچم. خدا دستی کم روی غم نبینید، همه وقت سربلند باشید. خدا خارتان نکنه بچم. رحمت اوچا جون. مایلی اوچا جون، حاضر روی میکنم با شما زنگ میزنم. مایلی بچه جان، در امان خدا باشه. حالا رفته با رئیس گم میزنم. مادرم بیمار است. با من لااقل موش یک ماه هم رو دهد. Вика, значит, вечером в 8. Да. Я вас люблю, любовь еще бедможи. Ладно.
مرحبا درای سلام رئیس. سلام کجاست؟ مادرم بیمار شده است. به من پول لازم است. شما گفته بودید که هر ماه با پرگی معاشتان رو میدیم. لیکن از بین 3 ماه میگذرد. ما تو حال معاش ماه اوله رو نگرفته ایم. برادر ما هم در همین جا معاش انتظاریم. از بالا با ما پول ندادن. آخر من شما رو با جای خواب و 3 وقت خوراک تامین میکنم. از ملیسه ها نگاه میدارم. باز چی میخواهید؟ حالا با ما پول ندادن. چی؟ با فکری تو ما پول رو از هوا میابیم؟ ما هم گفتم که انتظار هستیم. انتظاری معاشیم. خوب شده رئیس. اگر گوش کن برادر نفرد جلو جایدت جمع کن و رو در دیگر جا کار کن. انتظار میشم. باره بچه لبه رئیس. همین پول معاش که شد ما خودمون عقل داریم. اما برای خوب شده رئیس. پول این مردم بغیر از پول دیگر یکون چیزی دیگر رو نمیدونسته باشه. آها زنک جان ای زنک جانم فدای اینا میرن آید زنک. وای این ماشینه بینو. یک دختری لطدوز دادی تو با من. خوشتامنمی. زنک جان سلام علیک زنک. زنک جان ای رسمای ماشین ها رو دیدم زنک جان. باور کنم خدر ماشین های بزرگ زیبا. برای همین زنک جان به پروا کدامش که شما در مخوله انتخاب کنید. من پول روی میکنم گرفتم مونه. فهمو؟ یک گون خیلی فکری زیادتی نکن. ماشین انتخاب کن. من پگاه پول روان میکنم. فهمو؟ این قدر مهاجر بچه برای شوهر خدا دادی تو کار نکرده برای کی کار میکنن زنک؟ شوهرت رو خدا داده از خدا. خوب خدا داده از خدا. به خدا دادگان ستیزه مکن که خدا دادگان را خدا داده است. رجب علی ایبرونی. من در غریبی اوچم به چشمی چوره. من سوخته دلو اوچای من بموره. من در غریبی اوچم به چشمی چوره. من سوخته دلو اوچای من بموره. این قسمتی من با ملکی غربت بگذشت. خواهر با امید دیدنم افگاره. این قسمتی من با ملکی غربت بگذشت. خواهر با امید دیدنم افگاره. و چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین. خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین. و چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین. خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین.
عجب بازینگری ایاری دنیا تو عجب بازینگری ایاری یک لحظه خوشی صد باری غم میاری یک لحظه خوشی صد باری غم میاری این سینه من کفانده در ملکی غریب آخر کشدم این غصه اینو داری این سینه من کفانده در ملکی غریب آخر کشدم این غصه اینو داری با چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین و چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین باید خوکی خورک دو ها؟ کار شما میکنه شما باید خوراک خورد فهما؟ چی کار میکنه باید خوراک دادا؟ اینجا بیار ایسو کن لگنده ایسو کن که یک باری دیگه اگر میبینم که همین تنبالی به عقل ده خوراک میته با نگاه که همه دماغش میمونه بیاخوا ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره اندر غم یک برده اینان در سفرم اندر غم یک برده اینان در سفرم به کس شدم و در غریبی در مادرم در ملکی غریب شکسته به بالو پرم به کس شدم و در غریبی در مادرم در ملکی غریب شکسته به بالو پرم چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین و چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین گوش کن مایوبی بکر خوجا با ما بکر خوجا و مایوبال در کار نیست با تو یک روز مولا یا جا رو خالی میکنی یا اینکه تو رو از اینجا میبرارم فهما؟ اگر شما همه معاش من رو میدادید من در اینجا نبودم که گب رو فهمیدی با تو یک روز مولا خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین و چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی
شام چی تیار کرد؟ هیچی اوچه جان در خونه هیچی نیست نه روغن نه پرودکت چی کار کنیم؟ و شما گفتن که اکان سوم روی میکنه کن؟ با گفتن روان میکنیم سه چور روز شده روان نکردن چی شده باشد گفتن سوم روان میکنیم خیر زیق نشد دخترم خدا مهربان است سلامتیشان خوب باشد میشود ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره ای دوستی عزیز غریبی دردی زوره ای آلچه جان فرزندی تو رنجوره اندر غم یک برده اینان در سفرم اندر غم یک برده اینان در سفرم به کس شدم و در غریبی در بدرم در ملکی غریب شکسته به بالو پرم به کس شدم و در غریبی در بدرم در ملکی غریب شکسته به بالو پرم چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین و چه حالی زار ما ببین این دل بیمار ما ببین خزان شدم در غریبی و چه چشمی چار ما ببین سلام علیکم. سلام علیکم. چه برادر؟ ناز هستی؟ خوب هستی؟ بیا خوب. فرود کردی نیست؟ بله دوستم بله. تنجی باشد. تنجی است برادر. این کارخانه‌ای که من در شهر مسکو دارم فیلیال این رمان کیهو در تاجیکستان شدم و میخواهم که تو را راهبر آن تعیین کنم. تو چی میگویی؟ این چه خیلی میشود اکا؟ شما در روزهای تنگ دستی دست ما رو گرفتید. حتی با مادر معیوبم پول روی کردید. گوش کن دوستم. بر سری فرزندی آدم هرچی آید بگذرد. من نیز چون تو بسیار روزی سخت رو گذراندم و امروز که امکانیت دارم باید دست یک برجامانده را گیرم. مقصد یک مرا فهمیدی به فیلو. باید تو همین کار رو به عهده خود گیری. مدامی که شما روزی باشید و باوری داشته باشید البته. سلامت باشی برادر. من علاقه چیپتای تو رو گرفتم. میتوانی که خودی پگاه به وطن برگردی. خدا از شما روزی باشد. سلامت باشی. بیرو بچه جان اوچه جانی من دنیای من سوزی جانی اوچه از کار اومدی رحمت اوچه جان کارها چه خیلی نه از بچم نپرس اوچه جان سازه اکا جان یا بگم ما کارها چه خیلی بچم شکرانه خداوند اوچه جان این ماه درآمد کارخانه نسبت به ماه‌های گذشته خیلی بالا رفتگی است. خیلی خوب است اوچه جان. خدا از این زیادت یا بچه جان. همش با دعای شماست اوچه. شکرانه الله بزرگ که از چی روزهای بعد به این روزهای نیک رسیدیم بچه جان. خدا را شکر. همش با دعای شماست اوچه جان. همش. بیا بچه جان بیا.
وصیت به همون پدره که چنین فرزند تربیت کرده. رئیس؟ شما مرا ببخش بچه جان. من در حق تو و چندین کسای دیگر بی‌عدالتی کردم، لیکن من جزایم رو از جانب خداوند الهی گرفتم. من با زن و فرزندانم به صدمه دچار شدم. آنها وفات کردند. من باشم از آنها بدتر به این حال گرفتار شدم. حجت به گریه کردن نیست. خداوند بخشندگان را دوست می‌دارد. Rahim Production.